وزارت تندرستی تاجیکستان شام 19 نوامبر خبر داد که طی یک شبانه روز آخر در جمهوری باز چهار حالت نو گرفتارشوی شهروندان به بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. در عین زمان یک نفر از بیماری مذکور شفا یافته است. در یک هفته آخر این بار اول است که وزارت تندرستی از آشکار شدن حالتهای نو گرفتاری به کرونا ویروس خبر میدهد. بار آخر این وزارت روز 12 نوامبر ثبت یک حالت نو سرایت به کرونا ویروس را تصدیق کرده بود. از 13 سپتامبر به این طرف وزارت تندرستی تاجیکستان در مجموع همگی 9 حالت گرفتاری به کرونا ویروس نو کووید 19 را تصدیق کرده است. بنا به آمار رسمی وزارت در مجموع از آغاز پاندمی تا شام 19 نوامبر در کشور 17095 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. از این شماره تا سانحه ذکر گردیده 16966 شفا یافتند ولی 124 نفر بر اثر این بیماری فوت دیدند. طبق این آمار رسمی حالا در تاجیکستان چه در شرایط خانه و چه در بیمارستان همگی 5 نفر از کرونا ویروس تبابت میگیرند، ولی منتقدان میگویند شماره واقعی گرفتاران و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی بیشتر از ارقام رسمی است که وزارت تندرستی اعتراف میکند. ناظران امور در تشویشند که موسم بازگشت مهاجران تاجیک از روسیه که در حال اوج گرفتن است میتواند یک منبع به تاجیکستان رسیدن موج نو کرونا ویروس شود. روسیه حالا به یک منبع عمده پنهشوی این ویروس تبدیل یافته است. روز 19 نوامبر در روسیه باز بیش از 37000 مورد گرفتاری به کرونا ویروس و 1254 حالت مرگ از این ویروس ثبت شد. چنین حالت ثبت تا 40000 مورد نو سرایت و بیش از 1200 مورد مرگ از کرونا ویروس در روسیه تقریبا یک ماه باز هر روز مشاهده می شود.